سلام رفقا، چطورید؟ خوش آمدید یه ویدیو جدید از کانال فرمانگی. امروز اومدیم آنباکس میکروفون یقینی که مارک پاور اروجیه و مال آیفون آیپد و همونجور که داخل تصمیم میبینید دو تا میکروفونه که یکیش بر من یکیش بر دوستان. بریم داخلش چیه اینو از اینجا در میاریم بچه ها، جوری که میبینید داره باز میشه. بچه این چیزی نگفتم، 12 ساعت هم شارژ گرمی داره. این دادیم که و خود داخل این میکروفون هاست. نمیذاریم کنار اول شد بست خب باز میشه. داخل سیم خودش سیم گذاشتم یه دونه همسیری و بزن کنم 20 از این چیزا سیم کنم باید به همی بسته شد خودش چیزی چیه؟ این فکر کنم برای همسیریه که هزینه میذاره. اینا کاری دیگه باشون نداره و میگه باید اصله کاری پاورولوژی و اینه داخلش. این دوتا فکر کنم چیزشونن اسمشه هم میکروفونشونن. دوتا میکروفون که داره، یکیش بر من یکیش بر دوفون. اینو نمیدونم آخرش چیه بچه ها، اینو هرکی میدونه خیلی کامنت ها بنویسه. همین بود دیگه و از این به بعد قرار ویدیوهای ما با کیفیت پخش بشه. و یه چیزی این آخر کاری بگم که من امکان داره 10 روز و 20 روز اصلا ویدیو ندارم به خاطر اینکه باید روزم عمل کنم و فردا فکر کنم روزم عمل میکنم. شاید فردا شنبه این ویدیو بیاد و شاید ویدیو و حتی یه ویدیو دیگه. خداحافظ، بای. سلام رفقا، چطورید؟ خوش آمدید یه ویدیو جدید از کانال فرمانگی. امروز اومدیم آنباکس میکروفون یقینی که مارک پاور اروجیه و مال آیفون آیپد و همونجور که داخل تصمیم میبینید دو تا میکروفونه که یکیش بر من یکیش بر دوستان. بریم داخلش چیه اینو از اینجا در میاریم بچه ها، جوری که میبینید داره باز میشه. بچه این چیزی نگفتم، 12 ساعت هم شارژ گرمی داره. این دادیم که و خود داخل این میکروفون هاست. نمیذاریم کنار اول خب باز میشه. داخل سیم خودش سیم گذاشتم یه دونه همسیری و بزن کنم 20 از این چیزا سیم کنم باید به همی بسته شد خودش چیزی چیه
این فکر کنم برای هنسفیریه که از ما میذاره اینا کاری دیگه بهشون نداره و میگه باید اصله کنیم انرژی و این داخلش این دوتا فکر کنم چیزشونن اسمشو هم میکروفونشونن دوتا میکروفون که داره یکیش بردارفون اینو نمیدونم آخرش چیه بچه ها اینو هرکی میدونه تو کامنت رو بنویسه همین بود دیگه و از این به بعد قرار ویدیوهای ما با کیفیت پخش بشه و یه چیزی رو آخرستانه بگم که من امکان داره 10 روز یا 20 روز اصلا ویدیو ندارم بخاطر اینکه باید روزم عمل کنم و فردا فکر کنم روزم عمل میکنم شاید فردا شنبه ویدیو بیاد بشد و شما ویدیو و حتی یه ویدیو دیگه خدا کنم بای